رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، موضوع امروزینه درباره چگونه انسان باید روزه را بگیرد، سرشوی روزه را چخیل بفهمد، چخیل روزه گیرد و تمام شدن روزه را چخیل بفهمد و چخیل چی از روزه‌گیری باز دارد، یعنی که آخر رمضان چخیل اولی رمضان را فهمیدنش و چخیل آخری رمضان را فهمیدنش. برای همین این پیام ما را برادران گرامی خیلی مسئله مهم است. همین پیام ما را، همین درس ما را به برادران و خواهران رسانید که از اجر بهره مند شوید، شما هم و یا هم، و آگاه شوند مردم از این کاری که این کاری غیر شرعی است. که بعضی دولت های هستند که روزه را نه به دیدن مهتاب، نه به دیدن هلال، یعنی که مهتاب ماه سرشوی ماه رمضان از روی مهتاب روزه نمیگیرند، ولی روزه را پیش از ماه رمضان چند وقت پیش، یک هفته پیش و 2 هفته پیش معین میکنند. از روی سنت هم نیست و از روی کتاب الله هم نیست و نه از روی با این خلاف شریعت است. از روی حساب فلکی میبینن. که میبینن برای در آمدن ماه رمضان 2 خطای بزرگ، خیلی بزرگ صادر میشود از زمان انسان ها، وقت مفتی باشد، خواه و قاضی باشد، کس کدام دولت هایی که باشند فرق ندارد. یکم خطای اون این است که برطرف کردن علت شرعی، سبب شرعی برای واجب بدن روزه، واجب بدن ای گرفتن روزه در اول و بازداشتن، یعنی که اول رمضان و آخر رمضان. این برهم دادن سبب یا که علت شرعی که واجب میداند. اما علت شرعی، علت شرعی چی است؟ سبب شرعی چی است؟ دیدن به چشم، مهتاب به چشم میبینی، چون که دوربینایی که میبینن به همون دوربینایی که میبینن از روی همون باید معین شود، با دیدن باید معین شود که کدام روز روزه است و کدام روز چی است؟ بستن روزه، اول روزه و آخر روزه، اول رمضان و آخر رمضان. وقتی که به حساب فلکی حساب میکنن، همین علت شرعی را برهم میدهند که در زیر این علت شرعی آیاتای الله و حدیثای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. حدیثای پیغمبر که صلی الله علیه و سلم فرمودند، پیغمبر بزرگوار چی میگه صلی الله علیه و سلم در حدیث امام بخاری؟ صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته. روزه بگیرید به دیدن مهتاب، به دیدن هلال، و روزه را بشکایید به دیدن مهتاب. امر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فان غم علیکم فاقدروا له 30. اگر کی همون روز دیده نشد، مثلا 29 ماه شعبان دیده نشد مهتاب، پس میگه پر کنید شعبان 30 روز، ماه شعبان 30 روز پر کنید، با پگش ببینید شاید پگش براید. و حدیث دیگر ای پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که با ماه رمضان قدم نزنید، یعنی ماه رمضان قدم نزنید و ماه رمضان حساب نکنید تا آنی که هلال را نبینید یا که ماه شعبان پر نکنید. ثم صوموا حتى تروا الهلال. پس روزه بگیرید بچی تا آنی که بدیدن هلال او تکملوا العده، یا که ماه شعبان 30 روزه پرش کنید، بعد یکم رمضان حساب کنید. باز در حدیث دیگر پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که اذا رأیتم الهلال فصوموا. شرط همینه که وقتی که دیدید مهتابه هلاله پس روزه بگیرید. و اذا رأیتموه فافطروا. و وقتی که ماه دیدید، یعنی آخری ماه رمضان که دیدید، ماه چی برمد؟ شوال که برمد، یکم شوال، پس افطروا، روزه را روزه را بسته کنید، دیگه نگیرید. فین غم علیکم فصوموا 30 یوما. پس وقتی که برای شما یعنی که نامعلوم باشد همون روز، غم علیکم یعنی ابر باشد، مهتاب نبینید، مهتاب دیده نشود، پس میگه 30 روز روزه گیرید. و حدیث در این مسئله خیلی زیاد است. و باز با چی خیلی که پروردگار میفرماید من شهد منکم الشهر فلیصم. کسی از شما که ماه رمضان دید پس روزه بگیرد. الله میگه که ماه رمضان که دیدید به دیدن میشود و مشاهده کردن میشود، مشاهده کردید ماه رمضان پس روزه بگیرید. پس انسانی که از روی حسابای فلکی پیش از 1 هفته یا 2 هفته معین میکند کدام روز رمضان است و روزه میگیرن، این انتهاک است، این قول الله و قول رسولش رد کردن است. این چی تأثیر دارد که اگر که به حساب فلکی دیدن خطا شود پس رمضان ناقص میگیرن، یا که عید همون روزی که عید است او روز عید نمیشود، همون روزی که افطار است همون روز افطار نمیشود. به چی میبرد؟ به بیکار کردن احکام الله، به فرقه مسلمانان میبرد، به جدایی و به فرقه پراکندگی میبرد و ناآرامی و ناتنجی بین مسلمانان میشود. برای همین انسان باید به چی گیرد؟ به دیدن مهتاب. کدام دولتی که به اون نزدیک است از روی مهتاب میبیند، به همون دوربین ها، به همون چی دولت روزه گرفتن لازم است. دوم خطری که گفتیم
یکم خطر همین بود که وقتی که انسان به حساب فلکی معین میکند روز رمضان و آخر رمضان و اول رمضان، پس در اینجا بیکار کردن حدیث های پیغمبر، بیکار کردن آیات های الله عز و جل و نافرمان روایی. و انسان اگر که جاهل باشد به حکم پس توبه کند، و اگر انسانی که گناه نمیگیرد نکی دست کشد از این کار، نکی انسانی که میداند همین کارو میکند پس در حرام واقع شد، برای او لازم است که توبه کند و گناهگار میشود. دوم خطای بزرگی که از روی حساب فلکی میبینند این چی است؟ این یک علتی، یک سببی نوی پیدا میشود برای روزگیری، روزه در اول گرفتن و بستن در آخر ماه، که اون همین سبب و علت نه الله دستوری و قانونگذاری کرده است و نه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. یعنی یک نو برآمد است، نو پیدا است برای همین انسانی که این کار انجام میدهد و گناهگار میشود. برای که احکام روزه سرشبیش یا که آخر بستن روزه، این سببش چی است؟ این رابطه دارد، ربط دارد به چی؟ به سبب‌های شرعی. سبب‌های شرعی همین است که دیدن مهتاب، روزه گرفتن و دیدن مهتاب به چی؟ مشاهده کردن امون هلال به بستن، یعنی به بستن، هم به روزه‌گیری و هم به بستن به چی؟ به دیدن مهتاب است، نه به حساب‌های فلکی. حتی در این مسئله فقها اجماع کردند که لازم است روزه گرفتن و روزه را بستن، یعنی که اول ماه روزه و آخر ماه روزه به علتی شرعی وابستگی دارد، رابطه دارد، نه به حساب فلکی. این اجماع عالما است. و تحدید و معین کردن بدایت ماهای اسلامی که ماه رمضان مثلا، و تحدید کردن بدایت و نهایتش به اساس حساب فلکی، این چی است؟ این خلاف اجماع است. و چه خیلی که امام ابن رجب الحنبلی میگوید فبیان شده است که دین ما احتیاج ندارد به حساب فلکی و نه کتاب و حساب. چه خیلی که اهل کتاب میکنند که عبادتاشون حساب و کتاب میکنند به چی؟ آفتاب، به حساباتی که از روی آفتاب است. و دین ما و وقت روزه معلق است به چی؟ به دیدن مهتاب، به چشم، رؤیت الهلال. برای همین برادرای گرامی و دوستان ارجمند که انسان باید حذر کند که به حسابای فلکی که همون دولت ها حساب از روی فلکی و پیش معینش میکنن درست نیست. روزگیری همون 29 روز شعبان، آخر ماه شعبان، همون روز اولی ماه رمضان، پیش از یک روز رمضان، همون شب شعبان معین می شود. نه اینکه یک هفته یا که 2 روز یا که 10 روز یا که 20 روز، نه، همون شب به دیدن مهتاب. همون دولت ها بخشان دوربین دارن، به همون دوربینای کلان دارن، خیلی تلسکوپ میگن، چی میگن، به همونا دیده می شود ماه و روزه از روی همون ماه گرفته می شود، نه از روی فلکی. خلاصه از دعای نیک خود ما را فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.